رسول نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم هرگز از قضا ایراد نمی گرفت، یعنی هیچ وقت از قضا عیب نمی گرفت. اگر از آن قضا خوشش می آمد آن را تناول می کرد و نوش جان می کرد، و اگر از آن قضا خوشش نمی آمد آن را نمی خورد و هیچ عیب و ایراد در آن قضا نمی گرفت. بله عزیزان من، اما امروز متاسفانه در بعض خانواده ها دیده می شود که اگر قضا شور می شود و یا بینمک می شود، اوقات خود را تلخ می کنند و زندگی خوش خود را بالاخره تلخ می کنند. بیاییم که ما و شما هم خود را ملوث به سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگردانیم، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنیم، زندگی پیامبر را مطالعه کنیم که رسول اکرم در زندگی خود چی رفتار و کردار داشت. رفتار و کردار پیامبر را در زندگی خود الگو قرار بدیم تا اینکه در دنیا و آخرت سرفراز و موفق و کامیاب بشویم.